در کشاکش روزگاران مردم پاکسرشت ایران زمین حماسه های فراوانی آفریدند. شاید مقدر این باشد که ملت بزرگ ما امروز نیز به خاطر حماسه دیگر بیافرینند و شناختی تازه از ایران و ایرانیان به جهانیان عرضه دارند. من که اکنون به فرمان تاریخ مرحله نوینی را در راه انجام وظیفه ملی خود آغاز می کنم، با تار و پود وجودم سروش این حماسه سرنوشت ساز را به گوش شما می رسانم و به پاسخ مثبت شما که ندای شکوهمند هزاران سال افتخارات تاریخی است اطمینان دارم. در آفرینش چنین حماسه‌ای شما را به یکپارچگی ملی بر پایه برابری و برادری، دوری از کینه‌توزی و انتقامجویی و سایر جلوه‌های شوم اهریمنی دعوت می‌کنم. برای همه زنان و مردان ایرانی در هر جا که هستند آرزوی بهزیستی و بهروزی دارم و از همگی می‌خواهم که امید و اعتماد خود را استوارتر سازند و در هر شرایطی با غرور کامل در دفاع از تمدن و فرهنگ و حفظ ملیت و اصالت مذهبی خویش بکوشند و به همه نیروهای ملی در داخل و خارج کشور توصیه می کنم که صفوف خود را در راه نجات وطن فشرده تر سازند. ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می سپارم و از درگاه احدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری‌های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خویش یاری فرماید. خداوند نگهبان ایران باد. با درود بیکران خدمت تمامی همیهنان عزیزم، ویژه همیهنان عزیزم درون ایران، شیرزنان، دلاوران و پهلوانان ایران زمین که حماسه آفرینی میکنین و درود مخصوصی به دلاوران، شیرزنان و پهلوانان ایران زمین که در خارج از کشور میخوام امروز تمرکز کنم چگونه حماسه آفرینی میکنید، چون میدونید که خب به هر حال تماس ها قطع شده و میتونیم به اون بپردازیم که جریان چی هست و هر کسی چی فکر میکنه و خب این برنامه که از اول بر پایه پیدا کردن راه حل ها تنظیم شده بود، سعی میکنم بیشتر از اینکه دچار احساسات بشم تمرکز کنم روی راه حل هایی که میتونیم در دسترسمونه هر کدوم از ما در هر جا در هر نقطه زمین که هستیم و برای آزادی، برای بشریت، برای ایران زمین مبارزه میکنیم. اون وسایلی که دم دستمون هستن و خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم اونها رو راجبش صحبت بکنم، به خاطر اینکه همونطوری که میدونی اینقدر آدم از طرف
اخبار متفاوت، اطلاعات متفاوت بمباران مورد حمله قرار داره، خب آدم ممکنه حواسش پرت بشه و خب تمرکزش رو از دست بده و در این جنگ های مدرن، نبرد های مدرن که ما درش الان درگیر هستیم مخصوصا، خیلی مهمه که ما تمرکز حواسمون رو داشته باشیم که گرفتار نشیم، مثلا تشخیص بدیم که داریم ممکنه به یک راه فکری دیگه داریم راهنمایی میشیم و اون راهنمایی که از طریق اخبار یا تحلیلگران یا حتی سیاستمداران میخواد به مغز ما تحمیل بشه که به اون طرف بریم، تشخیص بدیم که اون راه ما نیست و به راه حل‌های خودمون که در دسترس خودمون هست به اونها بچسبیم. به هر حال امروز چهارشنبه 14 ژانویه سال 2026 میلادی برابر با 24 دی ماه سال پر افتخار 2584 شاهنشاهی در خدمت شما هستم و این افتخار منه که در این شبکه جهانی ایران آریایی که به همت جناب آریان وطنخواه، سیاوش گرامی، بانو مهناز عزیزمون و دیگر کاربرانی که در طول این 15 سال اومدن و خب نقش آفرینی کردن سپاسگزاری میکنم. این واقعا این شبکه عشق و حقیقت سپاسه و روی پای خودش نگه دارید. خواهش میکنم کسانی که خارج از ایران هستید به کمکاتون ادامه بدید. میدونید که خیلی بیشتر از همیشه ما به یک رسانه احتیاج داریم که از این پیچ تاریخی عبور بکنیم و عبور خواهیم کرد، اما بذارید وقتی داریم عبور میکنیم احساس خوبی داشته باشیم، احساس افتخار داشته باشیم، احساس شادمانی داشته باشیم و از این دستگاه های خبری که دوباره داشتم یه سری خبرها رو نگاه میکردم دیدم که اگر واقعا 10 سال پیش بود یا حتی 8 سال پیش بود یا حتی 6 سال پیش بود، شاید به این دقت خود من متوجه نمی شدم که الان خیلی راحت مثل این که دارم یک درسی رو که از شما مختم و دوباره خواستم بازتاب بدم، خیلی راحت میتونم این رو ببینم، تشخیص بدم، راحت تر از همیشه. خب آدم به هر حال چون در این جنگ های روانی ممکن آدم به هر حال هر کدوم ما یک نقطه ضعفایی داریم که ممکنه به هر حال گرفتارش بشیم. اما خب بپردازیم به مطالبی که به هر حال هم خوشحال کننده هستن هم ناراحت کننده هستن و خب اگر بخوایم لیوان نصف پر آب رو بخوایم نگاه بکنیم، میدونیم که مردمی که جانشون رو حاضرن برای یک هدفی فدا بکنن، جان فشانی بکنن و همچنین به دور یک دستاورد ملی خودشون جمع شدن، شکست ناپذیرن. اما ما دوباره میبینیم که اعلام پیروزی ما دائم به تأخیر میفته و در این تأخیر خب بهای زیادی رو داریم پرداخت میکنیم و این تأخیر از کجا میاد؟ از فیک نیوز و فیک اپوزیسیون. و خب در چند روزی که گذشته خب میخوام بگم که خب بسیار ناراحت کننده است که اینترنت قطع شده، برقا قطع شده، خب اونطور که منتشر شده تمام این مسائل و 12,000 آدم رو اعلام کردن که ایرانی رو که کشته شدن. و خب من به عنوان حالا ممکن چون خیلی احساسات داریم، خب ما آدمیم و اگه حتی یک فرد از هر کسی باشه صدمون ببینه خب ناراحت میشیم و خب 12,000 تا آدم خب خیلی عده زیادی هستن دیگه. یک نیروی متهاجمی بایستی به مردم حمله کرده باشه که همچین کشتاری رو انجام داده باشه. اما به عنوان یک روانپزشک یا کسی که میخوام بگم در چندین سال گذشته میخوام بگم خبر خوب اینه که آدم وقتی بدونه تو جنگ روانیه بیشتر دقت میکنه و متوجه میشه و اگه ندونه دستخوش احساسات میشه. اون چه که میدونیم خب ما جنگ 12 روزه داشتیم، حالا کشتار 12,000 تا داریم، حالا
این رقم کی اینو حساب کرده، کی اینو گزارش داده، چجوری منتشر شده، بادی بگایی که خب به نظر نمیاد ایرانی هستن، تصاویری که بسیار ناراحت کننده هستن و چون بایستی نگاه بکنیم فورنزیک یا بک‌گراند یا تاریخچه حرکت ها در نبردهای نوین چی هستن. خب میدونیم فالس فلگ ها رو فکر میکنم چند تا جلسه صحبت کردیم در مورد فالس فلگ ها و این اخباری که خب ما رو معطل نگه داشتن به نظر من و اون چه که واقعا میخوام تبریک بگم به ایرانیا، به خصوص در خارج از کشور. در داخل کشور که میبینیم مردم دارن کار خودشون میکنن، میگن جاوید شاکین، رضا پهلوی و عکس العمل خارجی ها رو داریم میبینیم که صدا رو میارن پایین، میوت هست یا اصلا آهنگ روش گذاشتن که خیلی هم ممنون، اما چی رو دارن پنهان میکنن؟ ما باید به اون بپردازیم که اون اسلحه‌ای که دست شماست و میگید جاوید شاه که از هر میخوام بگم اسلحه اتمی یا هسته‌ای نیرومندتر هست در علیه این حمله متفقین که واقعا در سال 79 دیدیم چگونه یک کسان بسیار ناشناس و که به قول شهنشاه آریامهر بزرگ میگفتن که فکر میکنید شما یک پیرمرد، حالا من دارم میگم یک آخوند بی سوادی، حالا یادم نیست دقیق چی گفته بود ایشون، واقعا خب میگم یا آدم آفتابه به دستی که آدم هم نبود یا رو اصلا که حتی نمیدونه توی یک اوت پروتئین داره یا نداره، این کار داره انجام میده. و اونجا ما باید وقتی این کلیپ ها رو نگاه میکنیم متوجه بشیم که شهنشاه آریامهر بزرگ دارن به ما کدا رو میدن دیگه. چجوری میخوام بگن که خب بابا جون این کسی که سواد نداره، شعور نداره، رساله‌شو این منتشر شده و گویا اون کسام که حمایتش کرده بودن از این ارتجاع سرخ و سیاه خونده بودن و نمیخواستن مردم بفهمن. خب اینها در واقع یک مطالبی هستن که بایستی پس بهشون بپردازیم. یعنی ما اگر داریم میشنویم که مردم 12,000 فرد کشته شدن، اولین پرسش ما باید باشه که کی اینو داره میگه، کی منشأ این گزارش کجا بوده و اون نتیجه که قراره از این 12,000 کشته یا این تصاویر ناهنجار و وحشتناک و یا اخباری که مثلا دارن گزارش میدن یارو گریه‌اش میگیره، صداش میشکنه، صداهایی که پدری فرزندش کشته شده ناراحته، اینها چون شاید من در خارج از کشور من دیدم وقتی اینجا فاجعه اتفاق میفته حتی کسانی رو که میارن جلوی دوربین که بگن برای مردم برنامه ها رو ارائه بدن هنرپیشه هستن، چون اون حرکت بعدی که میخواد انجام بشه از نظر شکل دادن افکار عمومی نمیخوان به هم بریزه اجتماع، خیلی طبیعیه و اون شکل دادن نراتیو یا شکل دادن روایت رو توسط هنرپیشه ها بیشتر وقتا انجام میدن. چجوری فهمیدن مردم هنرپیشه؟ اولا خودشون میگن اینکه مثلا بعدا مشخص میشه، ولی به نام یک فردی میان صحبت میکنن و بعد خب هم استرس روی اون پدر مادری که یا عزیزش رو از دست داده یا هرچی از استرسش کم بشه، چون آخرین چیزی که آدم میخواد بکنه اینه که بیاد جلوی دوربین واسطه و خیلی ناراحت کننده است و اون خب یک عکس العمل طبیعیه. اما خب مردمی که میخوان بدونن فاجعه چی شده، خب یک در این دنیایی که همه چی رو صدا و تصویر داره میگذره، باید آدم‌ها میخوان مثلا یه آدمی رو ببینن که اون آتش جامعه به اصطلاح ارضا بشه. و خب وقتی ما داریم اینها رو میبینیم باید ببینیم نتیجه اینا چیه. خب باید بریم تو فرمول آقای هگل که خودش یه آدم خیلی کوتش میکنن، من اصلا ازش خوشم نمیاد، اما چون برنامه‌های کنونی جهانی خیلی هاش بر اساس فلسفه و نوشته های هگل داره انجام میشه که یک کدومش هست این که شما میای مشکلی رو به وجود میاری
بعد این مشکل یک عکس العملی رو به وجود میاره و بر اساس اون عکس العمل شما اون راه حلی که قبلا نوشتی میدونی چیکار باید بکنی چیکار نکنی، اون رو اجتماع رو توی یک چارچوبی میگذاری که اون راه حلی که دست شما هستش، مثلا دست اون عده هستش، اون رو اجتماع فکر کنه خیلی طبیعی خودش انتخاب کرد، در حالی که مصنوعی بوده و مهندسی شده. Creating problem, eliciting reaction و pre-planned solution. خب اگر ما اینها رو میدونیم و میدونیم که اگر مردم ایران، عموم مردم ایران از سراسر ایران با قیام‌های میلیونی که میخوام سپاس فراوان درود فراوان بفرستم به جناب آریان وطنخواه که این عبارت رو مهر زدن، گفتن قیام‌های میلیونی باید بکنی و با این همه اطلاعاتی که از این پلتفرم منتشر شده، خب اون قیام‌های میلیونی هم در چارچوب داشته‌های ملی مردم بر اساس گنجینه‌های ملی مردم انجام شده و جاوید شاه، کینگ رضا پهلوی که اولین بار درود میفرستم به مشهدی‌های عزیزم، گفتید جاوید شاه، کینگ رضا پهلوی و در اون صحنه‌ای که شما به وجود آوردید یک به اصطلاح گشایش بود که ما الان داریم شاهدش هستیم که مردم دارن حرکت میکنن و در رابطه با این حرکت اینترنت قطع شد. وقتی که اینترنت قطع شد ما از این ور چی داریم میبینیم توی خارج از کشور؟ اینو داریم میبینیم که وقتی اینترنت قطع شد، وقتی که به صورت طبیعی ما نتونستیم حرف شما رو منتشر بکنیم که دارین میگید جاوید شاه و تمام دنیا شده جاوید شاه، کینگ رضا پهلوی، اونو باید سپاسگزاری کنیم از کسانی که پهلوانان و شیرزنان و دلاوران ایران زمین که در خارج از کشور رفتید جلوی سفارت‌ها و مطابق فرمان شاهدون دارین کارتون رو انجام میدید و پرچم‌های پر افتخار شیر و خورشید ایران رو برافراشته کردید بر فراز سفارت‌های کشور ما که به یکایک ملت مردم ایران تعلق داره. و خب وقتی که اومدن این صدای مردم رو از طریق اینترنت خاموش کردن، از این ور ما یهو داریم میبینیم که دیدیم که یعنی اینو من متوجه فقط نشدم که دیدم عده کثیری از کاربران متوجه شده، خب اطلاعاتم رد و بدل میشه که دونه دونه این رسانه ها شروع کردن شعارها رو تقلیل دادن و یک دونه کلیپی که خیلی قطره چکانی منتشر شد میگفت بیشرف که خیلی متفاوت هست از اون خب پیام مثبتی که در این زمینه میتونه خیلی برد داشته باشه که اون جاوید شاه هستش و یا کینگ رضا پهلوی با هم دیگه که بگیم دیگه اصلا واقعا هیچ اسلحه رسانه‌ای روش نمیتونه کار کنه از بیرون از کشور یا داخل کشور، چون همه پیام در اون داده میشه دیگه همچنان که میدونید. و خب در نتیجه این افرادی که خارج از کشور اومدن یه خورده زمینه دستشون اومد که بتونن شعارها رو به اصطلاح شکل بدن، دایرکت بکنن، که امروز اتفاقا آقای کریم سجادپور داشت صحبت میکرد به انگلیسی بگم، گفتش که مردم دارن میگن long live ایران و خب من نمیدونم مردم درسته ما میگیم پاینده ایران ولی در شعارها اینو نشنیدیم، اما چون نمیتونه بگه مردم ملی نیستن باید بگه ملی هستن، چون اسم ایران رو باید بیاره ولی نمیتونه اسم شاه رو بیاره، چون اگر ما شاه داشته باشیم مالکیت و قانون و سنت خودمون رو داریم دنبال میکنیم و به اجرا گذاشته میشه که تمام نقشه هایی که تمام بساطی که این گلوبالیست چیدن از سال 79 این بلای آسمانی رو به سر مردم ایران که نه فقط تمام دنیا نازل کردن، خب به هم میرزه بساطشون، بیزنسشون از دست میدن، آبروشون از دست میره. و خب این یکی بود فرض کنین که خیلی کوچولو قدر چه کنی مثلا یه حرفی میاد میزنه، خب دروغ هم نگفته لانگ لیو ایران، مردم که اهل کشورشون که حرف نزدن ولی پیام رو
شکل دادن به یه ترتیب دیگه. و خب این رو در سطوح متفاوت در رسانه‌های خبری دیگه مشاهده کردیم. حالا اینو داشته باشیم، ما میتونیم به عدد 12 بپردازیم که اصلا این 12,000 یا 12 روز جنگ که چرا 11 روز نبود، 10 روز نبود، اسمش جنگ 12 روزه شد، حالا شده 12,000 تا فرد. اینها رو باید ببینیم که خب حالت شماره ها یا اخبار طبیعی نیستن، چون اگر اینترنت قطعه، اگر کسی رو زمین نیست، کی این گزارش رو تهیه کرده، کی بدن‌ها رو شمرده، چه رسانه‌ای منتشر شده. ما حالا فرض کنید میخوام مقایسه کنم در نبرد نورماندی که متفقین جمع شدن برن علیه نازی‌ها و یعنی انقدر آدم، یعنی نقشه این بود که اون آدمایی که بیچاره داشتن، سربازایی که میرفتن، انقدر آدم کشته شدن و اینها، چون تکنولوژی آلمان خیلی بالا بود و اینها فقط با هجوم جمعیت سرباز تونستن نازی ها رو در اون نبرد نورماندی شکست بدن. و حالا میخوام بپرسم آیا آقای این رسانه، خبرگزاری ها، کسانی که عزاداری به کار بردید، غمگساری میکنید، صداتون میشکنه، گریه زار، نمیگم گریه، ولی جنگه عزیزان، جنگه. و درود میفرستم به بانو پرستو اصلانی عزیزمون که در اون برنامه بسیار ارزشمندی که ارائه دادن روز یک شنبه در برنامه صدای مردم ایران، یه آقای اومد داشت گفت اینا ما رو کشتن، ما چیکار کردیم اینا، بعد یه آقای بلافاصله اومد گفت آقا اینجا جنگه. و شاه خودمونم بعدن اومد گفتش که وقتی اون خانم اومد گفتش که داشت می‌خواست ایشون رو سرزنش کنه که ببینی وقتی صدا از درون ایران نمی اومد، اینا آتو دستشون افتاده بود که بتونن مانور بدن، چون تا وقتی که صدای شما می اومد بیرون، تصاویر شما منتشر میشد، تصاویر اعلیحضرت رضا شاه دوم رو بلند کردید و اینا نمیتونن با اون تصاویر صداهایی که هماهنگ داره اراده ملی شما رو نمایش میده به تمامی جهان، اون رو خب تا کی میتونن حذف کنن، چون مردم معمولی دنیا هم داشتن شیر میکردن دیگه. و خب این خانم مثلا خیلی مثل برج زهرمار بود، نمیدونم مثل یه چیز عجیبی بود، اصلا هیچ وقت تو زندگیش حتی لبخند نزده بود. خیلی با تندخویی گفتش که تقصیر شما که مثلا شما گفتید مردم بیان تو خیابونا، خب حالا مردم هم دارن کشته میشن. خب بابا جنگه. و ایشون چقدر زیبا و قشنگ پاسخ دادن به این واقعا خبرنگار بازجوی بی تربیت و بی ادب و بی پرینسیپال که اصلا مشخصه با شکل دادن، با یک نراتیو و با یه روایت سازی داره میبینا میاد که برای گوشی که آشنا نباشه ممکنه خب فکرش رو بگی خب آره پس تقصیر اعلیحضرت بوده اصلا، پس ولی شما که شما به دوش گرفتید این مسئولیت رو که برای حقانیت و برای آنچه که حقیقته حرفتون رو زدید و حتی جلوی اون استیشن هم ایرانی‌ها جمع شده بودن تظاهرات کردن، چون وظیفه یکایک ماست که هر جا که هستیم، هر گوشی رو که می‌بینیم اون مسئولیت خودمون برداریم و حرفمون رو بزنیم که این کسانی که به این ترتیب میان توی میدون و میخوان از طریق خیلی با هزینه کم میخوان مردم رو روحیه‌شون از دست بدن، از اون حالت جنگی که هستیم بیایم بیرون و بریم تو غمگساری. خاله تو داشتم حرف اومد توی نبرد نورماندی وقتی اینا دارن میرن، مگه آقای رسانه شما اومدی گفتی مثلا 1000 نفر کشته شدن، حالا 2000 نفر کشته شدن؟ خب اون که دیگه اون سربازی که میخواد بره جونشو داره میده و جونش هم داره با اراده خودش داره میده، چون برای یک دلیل و یک هدف بالاتر داره مبارزه میکنه. مگه برای شکستن روحی سربازتون اون موقع هی می اومدین اعلام میکرد که کی کشته شد یا کی کشته نشد، چند تا مردن چند تا نمردن، حالا بریم عزاداری کنیم؟ بعد صدای پدر مادر سربازا رو می اومدین پخش میکردید در صحنه نبرد که مثلا بچه من میخواسته بره این کار بکنه ولی حالا اینطوری شده من دیگه نمیتونم زندگی بکنم. اینها ترویج دادن غم و ناراحتی در میدان جنگی است که مردم ایران با واقعا یک
اراده ملی هماهنگ به پا خواستید و کارتون رو دارید انجام میدید. یعنی وقتی که این نقشه ها رو ما داریم میبینیم، در این حال میخوام دوباره تبریک بگم به ایرانی های خارج از کشور که بلا فاصله متوجه شدید و اون گوشه کار رو که بر افراشته کردن پرچم های شیر خورشید ایران بود در سفارت ها انجام دادید و در تناقض دیدید که هممون دیدیم که همین کشورهایی که هی میگن که خب حالا واسیم چی میشه، بریم اینا رو تحریم کنیم، اینا رو خب حالا اینترنت چرا اینا رو وصل نمیکنن، این کار خیلی کشتار، خیلی این آدمای وحشی هستن. خب مگه شما نمیدونید اینا وحشی هستن؟ نمیدونید اینا جنایتکارن؟ تازه اول شنیدید، دفعه اول شنیدید اینا رو؟ یا اینکه مثلا یک چیزی جالبی که منتشر شده بود این که آمریکا شهروندای خودش رو گفته که از ایران خارج شن. خب این که خبر سال 1970 سال 1980 اون موقع که سفارت آمریکا رو این خانم معصومه ابتکار بود که پاشو بالا گرفته بود رفته بود بالا از سفارت دیوار نوردی میکرد، به دیوار نورد معروف شده بود. خب این که اخبار اون موقع است که اون موقع شما شهروند از اون کشیدین بیرون. وقتی در این تناقضات و این مسائل داریم ما اینا رو مشاهده میکنیم، اینها تأخیری هستش که اگر ما اجازه بدیم در گفتمان روزمره ما، در اولویت اخبار ما جایگزین بشن، دیگه یعنی خیلی راحت روحیمون رو میتونیم ببازیم و دوباره گرفتار مسئله‌ای بشیم که میخوام اشاره کنم اینا بازی‌های تکراری هست و کسانی که نه من و نه کسانی که این پترن رو راجبش صحبت کرده بودن در فضای اجتماعی هیچ کدوم نابغه دهر نیستن، اما یه تشابهاتی رو آدم میتونه مشاهده بکنه. مثلا در همون نیزاری که در 4 سال پیش فکر میکنم آمدن یهو اعلام کردن 1500 فرد کشته شدن که ما میدونستیم بیشتر کشته شدن، با اون نراتیوی که درست کردن بعد اومدن کمیته حقیقتیابی درست کردن که هرگز به داد مردم نرسید. این دست به دست کردن اخبار، دست به دست کردن نراتیو، هی تأخیر به وجود آوردن، هی منتظر بودن این پدر مادرانی که فکر میکنن در خارج از کشور یک دادخواهی هست، جمعیت پدران و مادران دادخواه رو تشکیل دادن، در حالی که دادگاه های اینجا اصلا اگر بخوایم بهشون بپردازیم اون دادخواهی رو که ما در کالچر خودمون، در فرهنگ خودمون، در سنت و سیستم خودمون داریم، اینها چون کسانی که مرتکب این جنایات شدن در خارج از کشور وصل هستن به یک سازمانهایی، اصلا دادخواهی رو نمیشه در خارج از کشور انجام داد مگر اینکه خود مردم ایران با سنت و قانون خودشون دادگاه‌های خودشون رو بپا کنن و دادخواهیشون رو از اون طریق انجام بدن. کما که میتونیم نورنبرگ هم نگاه بکنیم ببینیم که اصلا داستان چی بود، برعکس اون چیزی که به ما همیشه گفته میشه که این کسانی که جنایت کرده بودن نازی‌ها رو کشتن، در حالی که حتی خود رئیس CIA آقای دولس میره اونجا و خیلی از اینا رو از اون التهاب میکشه بیرون، کسانی که سران بالا بودن. و خب درسته که جامعه کلیمی خب خودشون یک همبستگی تشکیل دادن، شروع کردن دنبال این جنایتکارای هیتلری در سراسر دنیا رفتن، به خاطر اینکه دیده بودن که در نورنبرگ چه اتفاقی افتاده و چگونه از طریق دستگاه‌های دولتی خیلی راحت پاسپورت گرفتن و گذاشتنشون رو یه جای دیگه رفتن و دبرو که رفتی.
و خب اینها رو وقتی ما میدونیم و این مسائل رو کنار هم میگذاریم، مسئولیت ما برای عبور اون راه حلی که داریم اینکه اگر تونستیم تشخیص بدیم، خب تشخیص میدیم، این مطالب رو رد و بدل میکنیم. اگر هم نتونیم تشخیص بدیم باید بدونیم، چون در جنگ روانی هستیم، در جنگ رسانه‌ای هستیم، در جنگ نراتیو هستیم، بایستی اون قصه خودمون رو، روایت خودمون رو مطابق خودمون، اون حقیقتی که میدونیم تنظیم بکنیم. نه اینکه یکی میاد میگه 12,000 تا فرد، اونو فکر کنیم 12,000. اون 12 از کجاست این صداهایی که میگه بچم اینطور شده یا نه؟ چرا فقط 4 تا عکس اومده بیرون؟ چرا میگم 4 تا عکس؟ چون این نبرد از صدا و تصویر عبور میکنه. وقتی شما تصاویر اعلیحضرت رضا شاه دوم، خاندان ایرانساز پهلوی رو به دستتون گرفتید در این نبرد، اون راه حل پیروزی ماست که داره جلو میره و جایگزین این توسط این رسانه‌ای که به این ترتیب میخوان غمگساری رو در میدان جنگ ترویج بکنن، تصاویری هست که فرزندان بسیار زیبای کشته شدن و اون تصاویر رد و بدل شدن. یهو میبینیم که اصلا به بیراهه رفتیم، مثل جریان همون 1500 یا توماج یا علی رونقی که یهو مردم دارن حرفتون رو میزنین، گفتمان، یهو میگه دستشو چلاق کرده، دست و پا شکسته شد. یا نرگس کچلواری که بهش میگن نرگس کپل، که یهو روی مبل نشسته بود کنار یه آقایی که من نمیدونم اینا هر وقت خواستن مسلمن، هر وقت خواستن مسلم نیستن. در حال جناب سیاوش گرامی، اگه ممکن کلیپ اول رو منتشر کنید خواهش میکنم. Senator Lindsey Graham here with the Crown Prince of Iran. I have followed you, your passion, the way you articulate the hope of your people. It will be up to the people of Iran to pick their next leader. Senator Lindsey Graham here with the Crown Prince of Iran. I have followed you, your passion, the way you articulate the hope of your people. It will be up to the people of Iran to pick their next leader. I can't wait till they have a chance to do that. But you have really risen to the occasion, compelling narrative for the long-suffering people of Iran. And I believe with all my heart that help is on the way. Senator, thank you so much for all your words of support for my compatriots in the darkest time in our history, but hopefully, as we say in Iran, in Farsi, the end of the dark night is light, and this is probably the first time we are so close to victory. You witnessed the resilience of my compatriots. They are fighting a brave fight, and any solidarity can only help them achieve that goal sooner. I've been committed to this all my life to serve my nation, and hopefully, as the Senator just said, we hope that the Iranian people will this time have complete freedom and the choice will be theirs. We are here to serve them to make that choice in freedom, and that's why my commitment, and thank you for your support, Senator. Thank you. And President Trump, thank you for picking the people over the Ayatollah. You're the first one to do that. Thank you for acknowledging that the only way you can make Iran great again is for the protesters to win over the regime. And I believe that day is at hand. And to the American people, it matters to us. This is the largest state sponsor of terrorism on the planet. They have American blood on their hands. And the people protesting in the streets could be our best friends. God bless them. God bless the United States of America and the American friends, and God bless the Iranian people. با سپاس بی‌کران از خدمت سیاوش گرامی که با شکیبایی واقعا بردباری میکنن
با اقلا من خودم میخوام بگم که حرفی نیستیم، به هر حال با عشق و علاقه اومدم اینجا برای شما صحبت میکنم و اگر کوتاهی میشه به هر حال اون رو دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. به هر حال ایشون بسیار شکیبا هستن و بردبار و خب راهنمایی که میکنن واقعا ازشون سپاسگزاری میکنم. اینو میخواستم بگم که در مورد تصاویری که منتشر میشن، ما امروز فرض کنید در سوئیس دیدیم که پلیس سوئیس داره حمله میکنه، یا اینکه در جای متفاوت مردمی که واقعا ساختمان‌های خودشون، پراپرتی خودشون، مالکیت خودشون و خب مگه آقای سوئیس، مگه شما نمیگی اینا تروریستن؟ مگه همه دنیا نمیگن اینا جنایتکارن؟ مگه همه دنیا نمیگن اینها غیر قانونی هستن؟ دیگه بالاترین دیگه اعلامی ها منتشر شده، عموم مردم دارن میگن این اصلا حکومت ایرانی نیست. و وقتی که در این تناقض میبینیم که نه تنها اون اراده عموم مردم بهش احترام گذاشته نمیشه بلکه به مردم حمله میشه، این تناقضی که مشاهده میکنیم اینها یک دریچه میشه که اون توهم رو میشکنه، مثل همون نبرد برلین که فکر میکنم دو فردی بودن، یه خانومی بود یه آقایی بود که وقتی یه تلویزیون داشت منتشر میکرد که میخواستن سانسور کنن دوباره حرف مردم رو، با ارتش، با میگم ارتشی یه نفره واقعا با تصویر اعلیحضرت رضا شاه دوم و پرچم شیر و خورشید ایران، اونجا واقعا تمامی این توهمی رو که این رسانه داشت به وجود می آورد شکست. امروز اون تصاویری هم که از سوئیس منتشر شد همونطور بود. اگر مردم دنیا و مردم خودمون هر جایی هستیم، هر انسانی هستیم، این تناقضات رو مشاهده بکنیم، چون مشروعیت تمامی سیستم گاورننس میخوام بگم حتی در غرب زیر یعنی مشروعیتشون داره از بین میره با این تناقضات، ما اونها رو میتونیم به اون راه حل درستی که میتونیم بهش بچسبیم و حقانیت داره و حقیقت داره، حقوقی هست، حقیقی هست، به اون بچسبیم و اون رو به کرسی بنشونیم، به جای اینکه اجازه بدیم یه عده‌ای بیان پرابلم درست بکنن. همین که اینترنت قطع شده پرابلم شده و خب سوای اون پرابلمی که خودشون در یک چیزی هم که دوست دارم مردم ایران میگن خودشونن، که خود هم میگه خودشون یا کیان، اون متفقین قسمت روگشون اومدن در سال 79 این دستیسه رو به سر مردم ایران و دنیا پیاده کردن. خب اونها به جای اینکه که ما ریاکشن رو به وجود اومد و تمامی این بساطه که سولوشنشون بود که فقط لچک برداشته بشه که اون رو شکستید، شما از بین بردید، الان هم در اون مرحله هستیم که بیشتر بایستی با صدای بلندتر، خیلی رساتر، بایستی اولا این رسانه هایی رو که اینطور اخبارای عجیب و غریب و خیلی مسلط اصلا با بدون سند صدا منتشر میکنن، یعنی من باورم نمیشه وقتی دارم اینها رو نگاه میکنم یا اصلا تماشا میکنم یا اینکه گوش میدم. و خب اگر ما بدونیم که چاقو دست خودش رو نمیبره و در این شرایط ما خودمون هستیم که خودمون رو بایستی از این تنگنا نجات بدیم و این کسانی رو که میخوان یک راه حل مهندسی شده رو به ما ارائه بدن و ما رو به اون سمت ببرن، با راه حل خودمون یعنی ما وارد میدان میشیم. راه حل ما چیه؟ ما میگیم جمهوری اسلامی غیر قانونی است. چرا غیر قانونی است؟ چون خمینی گفته خدعه کرده و اون وقتی که قانون اساسی برای جمهوری اسلامی اولا زیر بغل یکی داده بودن، تو هواپیما آورده بود، بعد رفراندوم که گذاشتن برای جمهوری اسلامی اصلا محتوا مشخص نبود و وقتی در عرصه قانونی شما بخواین رفراندوم بذارین برای چیزی که محتوایش مشخص نیست، چون مشخص نبوده اصلا باطل میشه از نظر قانونی.
و چون این مجهول بود، برای مجهولی که رأی نمیگیرن چرا رفراندوم نمیدادی که راجع به چی؟ و پس بنابراین بر اساس اون و همچنین بر اساس اون شرایطی که خب نیروی مسلح واسه مردم داشتن برای چیزی که نمیدونن دارن رأی میدن، و همچنین بر اساس اینکه بیشتر از اون عده‌ای که میتونستن رأی بدن رأی جمع شده بود و اینکه شاهنشاه آریامهر بزرگ ما در تحت شکنجه شدن، کشته شدن، جونشون رو برای ایران دادن اما هرگز استعفا ندادن و این خیلی مطلب بسیار مهمی هستش و خب ما رو به قانون اساسی ایران سپردن. شهبانو اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی بزرگ از لحظه کشته شدن شاهنشاه آریامهر بزرگ در قاهره در واقع ریجن، در واقع جانشین شاهنشاه آریامهر بودن تا وقتی که ولیعهد جوان به در 3 ماه بعد 9 آبان سوگند یاد کردن در سن 20 سالگی و میبینیم اون دستیسایی که چگونه صدایشون رو پنهان کردن، تصویرشون رو پنهان کردن و حتی وقتی وصیت‌نامه شاهنشاه آریامهر بزرگ رو اومدن گفتن ایشون وصیت‌نامه نداره، در حالی که وصیت یک فرد از وقتی که داره ارادهش رو پی در پی منتشر کرده ممکن توی کاغذ حتی نباشه که ایشون حتی با صدای شهبانو فرح بزرگ ما داریم صدا رو، اما پی در پی از نظر قانونی وقتی در طول زندگیش یکی یک خواستی رو گفته خب میشه وصیتش. خب اینا هم داشته باشیم و خب مجلس شورای ملی ایران هرگز هیچ کدوم استعفا ندادن و وقتی خمینی گور به گور شده اومد اونجا نرفتن از وحشت اینکه قانون اساسی مطرح بشه، قانون اساسی ایران مطرح بشه، چون اون وقت دیگه این اصلا پوزیشنش هم از دست میداد، چون باید 5 تا مرجع می اومدن و این میخواست بگه من فقط مرجع هستم، مثلا خودش اونجا قانون اساسی رو شکسته بود نمیخواست مطرح بشه چون وگرنه کنار گذاشته میشد و اینکه جرأت نکردن که قانون اساسی رو ببرن جلوی یه عده بذارن و بگن ملغا بشه و این یک برگ بسیار برنده هست در این بره از زمان که ما اینها رو با دانش بر این اطلاعاتی که داریم ببینیم که چگونه به راه حل میتونیم برسیم، راه حلی که به جای که این همه بازی های مسخره رو در صحنه رسانه‌ای در صحنه سیاسی میبینیم، خیلی راحت آمریکا، انگلیس، فرانسه، اروپایی‌ها، شرقی‌ها، غربی‌ها، شمالی‌ها، جنوبی‌ها هر کی هستن خیلی راحت میتونن بگن که خیلی خوب اینها این جمهوری اسلامی غیر قانونیه به خاطر این دلایل بیشتری هم میتونن کسانی که توی رشته قانون هستن ارائه بدن، مطمئنم متخصصین، و اینها غیر قانونی هستن. مردم شاه خودشون رو میخوان و شاهنشاه ایران رو به رسمیت بشناسن و وسایل پرواز ایشون به ایران رو در میان مردم خودشون که میبینیم ما مردم ایران اصلا آماده بزرگترین استقبال تاریخ از شاه خودشون هستن. یعنی این راه حلی هستش که قانونیه، قابل دسترس، قابل انجامه و میبینیم که این راه حل رو روش پرده کشیده میشه، رو تو سایه هست و این رو بایستی صیقل بدیم چون ممکنه خودمون مجبور بشیم از درون ایران یک پروازی رو آماده بکنیم که اعلیحضرت شاه دوم رو به ایران بیاریم و در این میان خب خیلی بهای جانی مردم بایستی بدن و شاید هم چون الان اینترنت هم بازم قطع این شرایط داره آماده میشه، ما نمیدونیم به اخبار عجیب این کسانی که 100 ساله به ما دروغ گفتن راه و روششون عوض نمیشه، همونجور دروغ میگن. ممکنه بعضی وسط اون چیزایی که ما دوست داریم بشنویم بهمون بگن ای من تو رو دوست دارم، چه میدونم تو چقدر خوشگلی، شما چقدر خوبین، خیلی
خیلی بعضی از این هنرپیشه‌ها و این کسانی که خب میخوان اسمشون هم الان هر کی بگه ایران و طرفدار ایران بکنه بلافاصله، چون ایرانی‌ها خیلی قشنگ با عشق و علاقه حمایت میکنین، اینا دیده میشن، خب حرفا میان میزن. ولی وقتی اگه بریم گوش بکنیم میبینیم که مثلا تصویر توماج منتشر میکنه یا تصویر عوامل جمهوری اسلامی که خودشون بخشی از اون هستن اصلا منتشر میشه و خب اینها رو خب مردم خب متوجه هستید، ولی بایستی بیشتر راجبش صحبت کنیم، چون تمامی این حرکت الان که ما به اعلام پیروزی برسیم فقط ما بایستی هممون یک چیز رو بگیم، تکرار بکنیم و بدونیم که این اخبار تاریک و ناراحت کننده رو اگر فرض کنین ما در میدان جنگی بودیم که خودمون رسانه گسترده داشتیم خیلی متفاوت منتشر میکردیم و دوباره میخوام بگم این ادعاهایی که این تلفات و این کشته شده هایی رو که ارائه داده میشن با دقت بیشتر ما خودمون ایرانی ها در هر جایی که هستیم شماره داریم و میدونیم که بر اساس گفتمان اعلیحضرت رضا شاه دوم تمامی کسانی که در این جانفشانی ها جان باختن، واقعا جانفشانی کردید شما، اسمهاشون رو با طلا در تاریخ ایران نوشته خواهد شد، اعلام خواهد شد، به یاد خواهند ماند و میدونیم که خب مانو که خدا بخش ندیدم گفته بود که حتی نقدهای ایران هم شماره دارن. ما خودمون حساب خودمون رو داریم، همدیگر رو میشناسیم، ما احتیاج نداریم که بیان مثلا در فرض کنید آمریکا وقتی یه فاجعه میشه میگن مثلا اینقدر عده کشته شدن و اصلا اسما منتشر نمیشه و این استایلی که ما داریم میبینیم در خارج از کشور در اروپا اینا اصلا انگار این آدم مهم نبوده، در حالی که در ایران اون روشی که ما با هم دیگه داریم که هر فردمون مهم هستیم و این اسمها نوشته میشن، یادداشت میشن، در تاریخ نوشته میشن و به هر حال اگر من این مطلبی که منتشر شده رو زیر سوال میبرم همراه با کسان عده بسیاری که زیر سوال بردید و خب حواسمون باید باشه دیگه به هر حال و گفتمانمون رو وقتی میگیم میجنگیم که ایران رو پس بگیریم، ما میجنگیم، میستیم ایران رو پس بگیریم. جون شما، جون هر کدوم از شما که دارید مبارزه میکنید بسیار گرانبها و عزیز هست. ما هیچ وقت نمیگیم ما میمیریم که پس بگیریم، نه، ما میمانیم، میستیم، پس میگیریم و پرچم پیروزیمون رو هم برافراشته میکنیم. اما در این شرایط باید بدونیم که وقتی راه حلی رو میخوایم ارائه بدیم خیلی قشنگ و خیلی مشخص ارائه بدیم و گرفتار راه حل هایی که خب مثلا اسلامیک گارد پاسدارای سپاه جمهوری اسلامی که حتی میبینیم در خارج از کشور میان به جای اینکه آیشو میگن ایرانی به جای اینکه بگن اسلامی، ما باید بدونیم خب پس اینا داره up to no good، اون از واژه هاشون باید تشخیص بدیم. اینا یه چیزایی هست که در دسترس ما هست که اگه میخواستن اینا حتی این پاسدارا و سپاه ها رو بذارن تو تروریست لیست که کارشون رو میخواستن انجام بدن درست، نمیامدن بگن ایرانیان، هی نمیگفتن بگن ایرانیان رژیم. این کجاش ایرانیه، کجا شبیه ایرانیه؟ این واژه‌ها رو اگه تشخیص بدیم اون مسئولیتی رو که خودمون فرد در هر جای دنیا که هستیم که درود میفرستن به اون فرد اولی که اون پهلوانی که رفتش توی لندن در سفارت ایران که متعلق به شماست پرچم پر افتخار شیر و خورشید ایران رو برافراشته کرد و بعد دیدیم که این وایرال شد و در سفارت‌های دیگه انجام شد و چه تصاویر بی‌نظیر و سیاوش گرامی اینجا منتشر فرمودن. ما وقتی که تصویر از ایران نداریم بایستی به حماسه‌ای که پهلوانان و شیرزنان ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن، چه گروه عظیمی، 10,000 نفر در سراسر جهان از ایرانیا
در لس آنجلس، در شیلی رفته بودن سفارت رو. یاری آدم کوتوله بیریختی بود، نمیدونم اصلا مثل اینکه چه اصلا ایرانی نبود قیافش. واقعا وقتی میگین ایرانی نیستن، مردم رفته بودن تصاویر اعلیحضرت رو گذاشته بودن، بعد این قدش کوتاه بود نمیرسید عکس حتی بکنه. بعد اونجا بهش مسخرش میکردن و یارو جلو پلاسش رو جمع کرد و رفت. این تحقیری که به این ترتیب شما انجام میدید از هر اسلحه‌ای مهم، میخوام بگم مؤثرتره وقتی این تصاویر رو بایستی منتشر بکنیم و به این خارجی هایی که به هر حال اینجا یه کانسپتی هست بهش میگی پاراسوشال ریلیشنشیپ، فرض کنید اینا میان یک در صحنه‌های کنونی یک خواننده، یه هنرپیشه، یک کسی رو میان انقدر بزرگش میکنن، مثل خانم مثلا تیلر سویفت انقدر بزرگش میکنن، بعد یارو که مثلا آهنگای اینو گوش میده نه تنها عاشقش شده بلکه میدونه این مثلا چی میخوره چی میخوابه، مثلا اصلا با این ریلیشنشیپ داره اصلا، در حالی که اصلا خانم تیلر سویفت ممکنه نشناسه و اصلا خب ممکنه که نه پرشور نمیشناسه. و این رابطه یه نفری هست که بر اساس یک توهم و یک اون سانگی که شنیده انجام شده. خب خانم تیلر سویفت وقتی میره علیه فرض کنید پرزیدنت آمریکا یا بر اساس سیاست یا حرف میزنه، اون کسی که این ریلیشنشیپ رو در خودش حس میکنه میگه ای تیلر سویفت عشق منه، من باید برم پس بر علیه پرزیدنت برم دمونستریشن کنم به خاطر اینکه تیلر سویفت اینو گفته که مثلا اینطوریه. و این رو در صحنه‌های متفاوت ما مشاهده میکنیم. حالا یه عده مثلا تو دانشگاه هستن، دانشجوان دنبال پروفسورشون میافتن، توی رهبران مذهبی که خریده میشن به این ترتیب بهشون اساینمنت داده میشه دیگه، در سطوح متفاوت، یا حتی در صحنه رسانه‌ای که میبینیم مثلا یکی خبرنگار یه جایی یهو متخصص میشه به عنوان خبرنگار، با یه خبرنگار دیگه میاد ازش اینترویو میکنه. با این چه دفتر دستکیه که تحلیلگر شما همون خبرنگارتونه. یعنی خیلی به نظر من جالبه این مطالب. اما اگر راجبش حرف نزنیم و روایت قالب داستان حقیقی رو که واقعا در سطح جامعه داره اتفاق میفته منتشر نکنیم، تبدیل میشیم به همون سایلنت مجوریتی که اعلیحضرت شاهریار بزرگ گفتن. و همچنین اون خانومی که در اون ویدیوی خیلی معروفی که میگه من شاهمو میخوام، من شاه، یه خانم جوان بسیار زیبایی هست، میگه که آره اونا که حرف نمیزنن نشستن اونا سایلنت مجوریتی هستن، مگر ما شاهمون رو میخوام. خب حقیقت رو بگیم که گرفتار اون مطالب، اون جنگ‌های روانی و رسانه‌ای که اون کلیپ رو ببینید سالها پنهان کردن و الان اینطور داره منتشر میشه، به خاطر اینکه خب ما دست به دست هم گرفتیم با هم دیگه، همه واقعا به قول فردوسی بزرگ همه به نخ کشیده شدیم. هر کی در جایی که هر جایی که هست داره کارش رو میکنه، مسئولیتش رو پذیرفته. خب بعضیا بیشتر از حد خودشون دارن کار میکنن. کسانی که واقعا خب میرید توی سرما تو اروپا تظاهرات میکنید، پرچم ها رو به بالا میبرید، فریاد میزنید جاوید شاه، خب تو هوای سر میدونید چقدر مشکل آدم فریاد بزنه، دندونه آدم یخ میزنه اونجا در درجه صفره، با اون همه فشارهای اقتصادی که توی اروپا وجود داره. به خاطر اینکه این عشق و محبت ایرانی ها هستش که واقعا تمامی دنیا رو به نظر من گرم کرده. ما باید باور داشته باشیم به آنچه که در وجود خودمون هست و حس میکنیم به اون بچسبیم. و گول فریدون فراخزاد واقعا اگه بخوایم یک دونه از عبارت یک جمله قشنگش رو همیشه آویزه گوشمون بکنیم که برو روزی 3 وعده گول نخوریم، چون انقدر این شرایط از نظر روانی تنظیم شده است که اگر راجبش پسیو باشیم یا همینجوری اکتیولی راجبش فکر نکنیم، مثل زامبی دنبال اون روایت را میافتیم میریم. اینه که خیلی باعثی فعالانه راجبش نه تنها بیاندیشیم، بلکه راه حلمون دستمون باشه، اون راه حل رو هی تکرار بکنیم، روایت حقیقی و حقوقی خودمون رو به کرسی می‌نشونیم، به جای اینکه دنبال آقای هگل و آقایون
گلوبالیست بیفتیم. به هر حال با سپاس بیکران از یکایک شما رو به خداوند ایران می سپارم. زنده باشید. جاوید شاه، پاینده ایران، از یک رسانه در ایران سرود شاهنشاهی رو منتشر کنید و پرواز اعلیحضرت رضا شاه دوم رو بایستی یکایکمون دوش به دوش هم بدیم که این رو بتونیم فراهم بکنیم. با سپاس بیکران از یکایک شما، جاوید شاه.